بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم جناب آقای محمد آقای انصاری عزیز. آقای رضایی بفرمایید. بله حال شریف خوب انشالله. سلامت باشید. تشکر از شما. ممنون آقای انصاری. باور بفرمایید گرفتن شبکه خیلی سخته، ترافیک خیلی سنگینه و باور کنه از اول برنامه بسم الله رو که گفتید تا الان شما رو نگم، حالا با تلفن ثابت نتونستم، با موبایل گرفتم و مثل که پارازیتم رو ختم. آره پارازیت داره صدای من؟ نه صداتون فعلا صافه، بفرمایید. آها محضر شریفتون بگم که جناب آقای انصاری عزیز راجع به کلیپ هایی که در صدر برنامه پخش کردید، خب من دفعات اولم خدمت حضرت عالی عرض کردم، گفتم نسبت به ابن تیمیه من دستم خالیه، چیز در مورد ایشون نمیدونم. و نسبت به کلیپ آقای یوسفیانم اظهار نظری نمیدونم. راجع به اون کلیپی که در رابطه با عمر حضرت علی علیه السلام صحبتایی شده بود، البته نمیخوام حالا تطبیق بکنم و چیزی هم نیست که بخوام نفیش کنیم. قصه حضرت یونس علیه السلام، خدای متعال میفرماد وقتی که ماهی حضرت یونس علیه السلام رو بلعید و بعد که حضرت یونس از بطن ماهی اومد بیرون، این مدتی که مونده بود در بطن ماهی، در درون اون اسیدها هیچ گونه تغییری در شکل ظاهری حضرت یونس مشهود نبود. و اونی که خدای متعال فرموده بود که اگر چنانچه زبان حضرت یونس به ذکر و حالا نمیدونم به ذکر استغفار گویا نبود، ما تا روز تا روز حشر، تا روزی که برانگیخته میشن ایشون رو در این بطن ماهی همطور نگرش میداشتیم. منظورم اینه که حالا اگر چنانچه یک کسی را خدای متعال مثلا حالا شخصی را، حالا نه فقط حضرت علی را، یک کسی را که این شایستگی را داشته باشه ظرف وجودیش که خدای متعال برای ظهور قدرتش ایشون رو عمر طولانی بده در همه ادوار بوده باشد، این نه با قدرت خدا چیز به منافاتی داره و اینکه اگه بگیم چنین چیزی هست چیزی نمیگه آقا نه همچین نیاز نبوده است. و این چه بسا که اعجاز میشه در همین قضیه. یه وقتا من چند سال قبل از سالی که صحبت کردم به ما خورده میگرفتید که چرا شما علمای شما میگن که حضرت علی رو به پشه مثال میزنن. بله. من در اون برنامه فرصت نشد بگم که ببینید خود حضرت علی علیه السلام میفرماد که من به پشه مثال میزنم، این است که در وجود پشه خیلی اعجاب هست و اعجاز. و خدای متعال هم میفرماد ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، برای خدا باید حیا نیست که بخواد برای شما برای اینکه روشن بشید به پشه مثال بزند. و چون این پشه همه اعجاز در وجودش هست، خدای متعال به او مثال میزند. حالا همینطور وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، این چیزی نیست که ما بخوام نفیش کنیم که آقا همچین چرا همچین میکنیم، یا حتما باید یه چیزی از قبل بوده باشد، ازلی حتما بوده باشد. فکر نمیکنم ما بخوام ازلی بودن حضرت علی رو ثابت کنیم، اما این خلقتی که هم بوده است که در 13 رجب رو هم اگه قبلش هم برای اوشون بگیم از قبل بوده است و اینجا ظهور کرده است، شاید اضافه گویی نکرده باشیم. حالا انشالله که من در صدر مطلب برای اینکه حالا که حضرت علی میدون به جلو زمینه بشه با هم صحبت کنیم، من این مسئله رو گفتم، حالا شما بفرمایید که من تشکر از شما. خواهش میکنم. الله متعالفتون کنه. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. هر چی گفتید آقای رضایی قضاوت رو میذاریم به عهده بینندگان. ببینید الله سبحانه و تعالی هر چیزی که بخواد فقط میگه کن فیکون. علی علیه السلام و رضی الله تعالی عنه سیدنا و حبیبنا، اولین فدایی در اسلام، از سادات اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ایمان
اعتقاد و شجاعت و شهامت و مردانگیش رو هر کس انکار بکنه و کسی صحابی بودن و اهل بیت بودنش رو انکار بکنه، کسی محبت به علی رو داشتن رو انکار بکنه، ما در ایمانش، در اسلامش شک میکنیم. این اعتقاد ماست، ما تقیه نداریم. علی رضی الله تعالی عنه نیازی هم نداره که کسی بهش دروغ ببنده، تهمت بزنه، بزرگش بکنه. علی بزرگ است. علی علی است. برای علی بودن همین براش کافی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انت منی به منزلت هارون من موسی. برای علی همین فضیلت کافی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پاره تنش، جگرگوشش، فاطمه زهرا سیدة النساء العالمین رو به همسری ایشون درآورد. برای علی بودن همین فضیلت کافی است که کاتب وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. برای علی همین فضیلت کافی است که در روز خیبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین هزاران صحابه فرمودن که فردا پرچم را به دست کسی میدم که الله و رسولش را دوست دارد و الله و رسول او را دوست دارد. نیاز نداره که ما از علی یک ایولا بسازیم، بهش پشه بگیم، مگس بگیم، بهش نمیدونم الاغ بگیم، بهش این نسبت هایی که در کتاب هاتون دادن، بهش دابت الارض بگیم تا علی رو بزرگ بکنیم. علی علی است. ایمان و محبت علی جز ایمان ماست، جز اعتقاد ماست. علی خدا نیست. بشناسید علی واقعی رو. علی در یک روزی به دنیا آمد و در یک روزی به شهادت رسید. در طول مدت رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد از اون در دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و در زمان خلافت خودش رضی الله عنهم اجمعین بیشترین خدمات رو به اسلام و به مسلمان ها انجام داد. اما خدا نیست. به داد کسی نمیرسه. تهمت هم بهش نزنید، اهانت هم بهش نکنید، فضیلت دروغین هم براش نتراشید.